سلام و درود تماشابینان عزیز، صبحتان بخیر و شادی باشد. این زمان ما در شهر استرافشان در مرکز تشخیصی و طبابتی شفای کامل قرار داریم. امروز برای گذراندن جراحی اندوپراتیز کنونی کاس و رانی پای یک مادر محتاج از جماعت دهاتی نبوله به شهر اسفره و شهر استرافشان آمدیم. دوستان عزیز، امروز با سهمگذاری و دستگیری یک حاجی سخاوتمند از دهاتی باروخ شهر اسفره عملیات جراحی گذرانده می شود. از این لحاظ از هر یک شما احترامانه خواهش کرده می شود که در حق بیمار دعای خیر کنید تا عملیات جراحی خوب و باقرار گذرد. بعد یک چند دقیقه عملیات جراحی گذرانیده می شود. دوستان عزیز، در حق اکای حاجی نیز دعای خیر کنید تا خداوند خیرشان را به درگاهش قبول کرده پاداشش را ده چند و سرجم برگرداند. باقی سلامت و سربلند و دوستان عزیز، این ما در مرکز تشخیصی طبابتی شفای کامل شهر استرافشان قرار داریم. در نزد بیمار اینجا خودم نیز هستم. می‌خواستیم که جراحی این نفر اصلا سبب پیدایش این بیماری تشخیص این نفر را به ما می‌دهید. این کس بیماری نو نیست، بیماری یک چند سال اینجا دوام دارد. از طریق وقوع کاسورون اگر تشخیصشان بگیم کوکسارتروز دیسپلاستیک از طرف راست بودن، از طرف راست هستند. این کسی بهترین حاضر جراحی زمانوی عوض کردن وقوع کاسورون، گذاشتن وقوع سونی. باز در تمام جهان همین چیز همین جراحی برای مونده شده است. این کسی عملیات جراحی چند سال دوام می‌کند؟ اطراف 1.5 ساعت. پس از جراحی باز در بیمارستان یک هفته 10 روز در بیمارستان قرار. تشکر. شما برای گذراندن عملیات جراحی موفقیت برای مشکل کامل تمام می‌آید. آن نفرانی که در حق بیماری ما کمک کردند دعا می‌کنیم که خیرشان قبول باشد و پروردگار و بهترین آرزوهایشان رسانده باشد. باقی از هر یک شما دوستان عزیز خواهش می‌نماییم که در حق بیماری ما دعای نیک نموده باشید. تن صحت و خانواده باشید. اشتاق